شان نورالدین جان، من یک مخلص دائمی شما از ناحیه غرب از قشلاق شهری نو هستم. بابا جان خداوند روح قبلگاهی شما را شاد گرداند که شما بر این فرزندان خدمتگار در اسلام به جامعه داد. مخصوص خدمت و سخنان شما بسیار تأثیر بخش است. بابا جان یک خواهش دارم، داملا محمود جان را گوید که با سوز و گداز بلند باشند، بلند و با شست گپ زند مثل شما. زیرا که سخنان شما چندین کس را از خواب بیدار کرد. پدری من در همه جمعه های شما می رود، اکنون به مسکو رفت سفر دارد. در حق او دعا کن بابا جان که کارش را برار تید. خواهر عزیز خداوند شما را و خاندانتان و پدر بزرگوارتان نگه دار، دو سفرش مبارک کند، رزقاش فراخ کند. پدرم گفت که ایشان نورالدین جان به مثل پیشتره برآمد نمی کند، ایشان محمود جان برآمد دارد. داملا محمود جان می بخشید، خفه نشوید، مثل بابا جان هم گپ زنید. خداوند زبان شما ایشان محمود جان هم براتر گرداند. بابا جان من چند سوال دارم. سوال اولم، وقتی زن کاسمتیک کرده باشد می تواند که نماز خواند؟ وقتی که کاسمتیک بعد از طهارت کرده باشد، طهارت کرده بعد از آن رواش کاسمتیک قاش کشید این وای می تواند نماز خواند. لیکن اگر رفت اول کاسمتیک رواش کریم غفص بسیار شکید و ثانی بعد طهارت کرد، این صورت طهارتش درست نمیشه، زیرا که او کریم غفص است، از بالاش آب هم که شوید اگر او پوست رود نمیرسد، بنابراین همین طهارتش درست نمیشود، نمازش هم درست نمیشود. یا زنهایی که ناخناشان لک میکنند، در حالت لک در ناخناشان بودن اگر طهارت کنند، طهارتشان به او درست نمیشود، زیرا ناخن در آب نمیرسد. آب که نرسید طهارتش درست نمیشود، نمازش هم جایز نیست. از این سبب اول طهارت کنند، بعد از آن روحاشان چیزی که میکنند کنند و نماز خوانن با که نداردین. بابا جان بریدن مو در اسلام درست است یا نه؟ آره درست است، به شرطی که از کیف پایان باشه، اما من از این بیخی گردن بریدنش حرام است. این فتواها ده هم بشه، رد المختار دن بارها من در این باب. اما از بالای کیف کوتاه کردن برای شستنش آسان شود گفتن با که ندارد، زیرا که ازواج مطهرات مادرمان بعد از وفات رسول اکرم که موهای زیبایی دراز داشته مثل حضرت ام سلمه مادر ما عایشه، اونها کوتاه کردن موهاشون، بنابراین کوتاه کردنش برای آسان شدن در شستشو باکی ندارد، شرطی از بالای کیف باشد. اما مثل روس ها میکنن کرات کیچ خیلی میگن، یعنی اوش این بسیار کوتاهی بعد از بیخ گردن، این جایز نیست، برای زن مسلمان حرام است، اگر خداوند او را عذابش میتید. بابایشان آیا زنک میتواند که در بین مردان و زنان موعظه کند، آواز بلند کند؟ خوب اگر رفت و خشتباراش باشد میتواند صحبت کند، عالمه باشد، داعیه باشد، لیکن بهترش در بین زنها صحبت کند، مردهای بیگانه صحبت نکند، زیرا این سبب فتنه میشود. شاید شما هم پروا نکردین باشید، تماشابین ها هوس میکنند، چند آرزو میکنند دلاشان کتی. برای همین شما خواهرای عزیز همیشه صحبتاتان در بین محفل زنها کنید، بسیار ثواب میگیرید، اونها را حرام و حلال دین فهمونید. اگرچه قول صحیح آواز زن عورت نیست، علی قاری در شرح مشکات هم میگوید قول معتمد همین است، لیکن این زمان که از فتنه که خالی نیست، به هر حال احتیاطتان بهتر است، خوبتر است. خواهر عزیز بابایشان اگر پوچاق پیسته یا تخم در علاو پرتایی اوبال است؟ نه هیچ اوبال نیست، فقط همین که علاو میمره. پوچاق پیسته و پیازی که در علاو پرتوفتی باید ترس میمره علاو، برای همین نه پرتای خوبترش، یا جا جمع کنی برده یا چی قرید پرتایتان. لیکن با که نداره سوختنش هم نه اوبال است نه زیاد. اگر خاک شدگی باشد که علاو درگیرد با که ندارد. این هم
در حق من دعا کنید بابایشان من حافظ قرآن شوم. با احترام مخلصی اشدی شما فیروزه 19 ساله. خداوند فیروزه خواهر ما را عمر دراز و بخت شیرین تید و باز آرزوی حافظ قرآن شدن بود از خداوند حافظ قرآنش کنم. بابایشان جان به سوال من جواب گویید کدام از بازی ها در اسلام جایز است؟ این سوال چندین بار تکرار شده است. هر بازی که سبب انکشاف عقل شود، سبب تربیه بدن شود، خب که باشه اینها جایز است. مثل فوتبال و والیبال و مثل شتنگ برداری و مثل تیراندازی و نیزه زنی و مثل آب بازی و اسواری و اینها همه جایز است، زیرا همش برای انسان فایده دارد. هم جسم انسان آب و تاب می‌یابد، هم با قوت و با شجاعت میکند انسان. اینا جای. اما بازی هایی که برای نه جسم شما فایده دارد نه عقل شما فایده، مثل قرط بازی فقط وقت گذرانی است و خلاص، مثل شهمت بازی یا نرد بازی، اینها حرام هستند، از اینا خداتان. یا مثل من کامپیوترات میره میشین ساعت های طولانی زدن میگیری 7 متر، اینا احمقی است. این وقت شما رو ضایع کردن است. باید مسلمان یک بازی کند که در جسمش فایده داشته باشد، جسم او را آب و تاب تید. پیغمبر خداوند مسلمانی قوی و با قوت بهتر است از مسلمان ضعیف و ناتوان، به شرطی که این بازی ها هم باز به قمار نه انجامد. وقتی که قمار ده انجامید به حرام میشه بچم هر کدامش باشد. مثلا فوتبال 2 گروه تشکیل میکنن، از هر دو جانب پول جمع میکنن، در بین میمونن، کسی که برد با پول میگیره. این حرام است. فوتبال هم درست است، والیبال هم درست است، همه شما گیمناستیکایی که میکنن این هم درست است، به شرطی که نماز باز میگن قضا نکنید. بابایشان شخص خدا به خبر بود، نماز نمیخواند، بعداً گاه نماز میخواند و گاه نمیخواند. او باید که قضاهایش را به جا بیارد، حساب خود را گم کرده است، باید چیکار کند؟ مصلحت دهید، التماس. خوب قضایی خواندن گیرد، البته معلوم است براش که چند سال نخوانده است، قضاییاش خواندن گیرد، 1 سال و 2 سال قضاییش که خواند شد به گمانش بیاد که قضایی هم بود شدگی است، یا شاید بعضش مونده باشد، این صورت باقی مانده قضایی هایی که شبهه دار است که آیا بود شده است یا نه، اونها را هر 4 رکعت به سوره خواند. نمازهای 4 رکعتی فرضه هر 4 به سوره خواند. اما شام و ویتره چه خیلی کس هم که خواند. لیکن قضایی هر قدر که خواند به گمان، البته قضایی این حسابش گم شدن ندارد. شما 10 سال نماز نخوانده یا 15 سال نماز خودش معلوم استین، چین قوت تان خواند، چند قدرش که موند و فرصت تان نرسید، کسل شدید یا که وفات کردید، خداوند او را غفور و رحیم می بخشد. وقتی که شما در فکر قضایی خواندن بودید و فقط فرصت نیافتید تمامش کنه، خداوند او را می بخشد. لیکن خدا نماز خوان شده و قضایی ها را پروا نکرده، به یاد و تم نرسید، باری هم برای نمازهای قضایی فکر نکردی، غم نخوردی، آب دیده نکردی، این صورت بدان که خدا برای اون نماز قضایی پگم من شما رو مؤاخذه سخت میکنه. از این سبب بچهای عزیز از چند سالگیتان لااقل از 15 سالگی بالاتان حساب کنه، قضاییش اگر مونده باشد خواندن گیریتان فایده میکنه، ضرر نمیکنه، زیرا که رسول اکرم گفتند روشنایی چشم من نماز است. اگر قضایی هم نشده باشد، قضاییاتان تمام شده که باشه، او حساب نفل میگذرد، نفل برای شما فایده دارد. در وقتی که آب خنک باشد تیمم کنیم جایز است یا نه؟ آره درست است. وقتی که آب خنک است سبب پیدا شدن کسلی ها می شود، یا که دکتر اجازه نمیدهد شما را استفاده آب، مثل بعضی ها گیمرای دارند یا بعضی ها میگن پرستاتیت دارند، اینها را شریعت رخصت داده است که آب استفاده نبرند، لطقتی خوش کنند، تیمم کنند، نمازشان خوانند. لیکن اگر رفت و آب باشد، آب شیرگرم، حتما با آب طهارت کنند میشن. تیمم در حالت خنکی، در حالت بیماری جای نشین طهارت شده میتواند. رسول اکرم گفتند
التراب طهور المسلم ولو الى 10 حجج ما لم یجد الماء. خاک خود پاک کننده مسلمان است اگر چی سالهای طولانی هم باشد، مادامی که آب نیابد. نه چی معنا؟ مادامی که استفاده آب براش ممکن نباشه. مثلا من این وقتا روسیه ها 40 گرادوس 50 گرادوس خنک می شود. بچه های ما در غریبی ها اونجا شرایط آبی گرم کردن ندارند، آبی خنک استفاده برن. البته کسل میشه معلوم استین، می شود تیمم کنن، نمازاشان خوانند، اما وقتی آبی گرم یافتن طهارت کنن. بعد نمازی که به تیمم خواندن او را گشته اعاده نمیکنن دیگر، او جایز است. شخصی که کسلی روحی است به امر خداوندی کریم در آخرت جای او کجاست؟ کسانی که کسلی روحی هستند، این دیوانه میگیم ما خداوند همین ما و شما را و دوستان و خاندان ما و شما را از این کسلی روحی نگه دارد. اونها پیشگاه خدا ده هیچ خیل مکلف نیستند. اونها بعد از آن که قیامت شد در جنت جاودانی هستند، زیرا اونها ده نه تکلیف طهارت است، نه تکلیف غسل است، نه تکلیف نماز است، نه تکلیف روزه است و نه دیگر هیچ تکلیفاتی بندگی به اونها نیست. اونها حکم کودک 3 ساله و 4 ساله را دارند. بنابر همین وقتی که وفات کردند اونها را ما جنازه‌شان میخوانیم، در نماز جنازه‌شان همون دعای کودک میخوانیم: اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا و ذخرا واجعله لنا شافعا و مشفعا. روز قیامت اونها بهشتی هستند. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. خدا میگه ما هرگز بنده ها ما عذاب نمیکنیم تا براشان عقل کامل نتیم. اینا عقل ندارن. اخیر قدم تکلیف از بالا اینها کشاد، برداشتگی است. رفع القلم عن 3